سلام، صبح بخیر. الان ساعت 6:20 صبح. همین الان از خواب پا شدم. اینجا خواب بودم. امروز میخوام براتون کلا ولاگ بگیرم ببینید من در طول روز چیکار میکنم. خیلی خوابالودم، ببخشید، ولی بیرون رو بهتون نشون بدم. تاریکه هنوز خورشید در نیومده. ولی ما پا شدیم. امروز میخوام برم موی تای تمرین کنم. یکی از دوستان موی تای کار میکنه، گفتش که بیا به تمرین بدم، پس بریم که داشته باشیم. واقعا نمیخوام، مگه مجبوره ساعت 6 صبح باشیم؟ من نیستم. من معمولا صبح زود پا میشم و میرم هوازی میزنم. 20 دقیقه قبل اینکه برم این قرصه چربی میخورم. این چی بده؟ این بده که الان آگست 31، نمیدونم واقعا ایران فارسیش چی میشه، یعنی چه ماهیه، ولی آخر آگسته و من الان تابستون بود تا الان و من خیلی عادت داشتم که با تاپ و شلوارک بیام بیرون و الان اینجوری اومدم بیرون. ببین سوز ببین تورنتو سوز سگی داره، قشنگ بهش میگن سوز سگی، چون این سوزی که میاد انقدر زیاده که میره تا وسط استخونت و میلرزی. اصلا الان راجبش حرف میزنم موهاتم سیخ میشه از سرما. الان این سوزه داره میاد، ولی واقعا تابستون خیلی خوش گذشت. یعنی واقعا ما به دلمون موند که یه تاپ و شلوارک بپوشیم که میپوشیم، ولی الان فکر کنم دیگه تا یه ماه دیگه جکت ها شروع میشه و بعدش دیگه هوا میرسه به -30 که واقعا ببین -30 که میشه دروغ نمیگم. هر دفعه من از خونه میام بیرون، وقتی میشینی تو ماشینه انقدر یخه که من فقط با اینکه اصلا کار قشنگی نیست، من فقط فوش میدم که خدایا آبی آسمون رو شما نگاه کن چقدر قشنگه. او مای گاد، این پرنده ها رو نگاه کن، کاملا خواب از سرم پرید. بچه ها رسیدیم. اینجا پمپ بنزینه، اونجا موباتی هستش. چی میگه من میام؟ بعد نگاه کن چقدر شلوغه این وقت صبح. ماشاءالله. اینجا مدلقه منه، یعنی من عاشق جیمم، یعنی روزی 2 بار میام و میمیرم براش. حالم خیلی خوب میکنه. این دوستم که قرار منو امروز ترین بده میگه که هر 5 دقیقه که دیر کنی 5 دقیقه اکسترا ورزش میکنیم. الان میگه 6 رو قرار بود بیایی، الان 6:40 دقیقه است. از این امروز میخوام بریزم. انرژی میده، آمینو اسید داره، خوبه. میزنش تو آب. بچه قصد اینجا برنده بزن بیرون. اوکی، موی تای شورت هم پوشیدم، خیلی پروفشنال. Yes. 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 Hold it like that. Yeah. Uh-huh. Fucking perfect. Perfect.
That's it. آقا تموم شد ولی چقدر خوب بود. اصلا فکر نمی‌کردم از این سوسول بازی ها به من بیاد. مردم ولی پام داره از جا در میاد. ولی خدایی اصلا زندگی در جریان صبح شد. اصلا شلوغ پلوغه. خیلی حال داد. تمرکزی که به آدم میده اصلا آدم آروم میشه، تمرکز میکنه. خیلی حال داد. یعنی واقعا آدم فکر میکنه این فایتر فایت میکنن ولی در واقع دارن مدیتیشن میکنن. و دوستم که من ترین داد امروز یه مربی خیلی خفن داره که مثلا مسابقه میده با اینا، اسمش کریسه. به من گفتش که گفت بیا اینو ببین. گفت تو خیلی استعداد داری. البته اینو فکر کنم به همه میگن تو خیلی استعداد داری. حالا نمیدونم. گفت تو خیلی استعداد داری، بیا کریس ببینتت، باهاش تمرین کن. اصلا البته من بچه بودم کاراته انجام میدادم. اون موقع من توپل بودم تازه ولی خیلی خوب بودم. با مربی من مثلا فایت میکردم، بقیه بچه‌ها با هم فایت میکردن، من مربی مش میزدم. از این مسابقه های استانی نام بود تو مدرسه های ایرانی بردن. از اون مسابقه ها هم رفتم، اولیشو برنده شدم، دومیشو باختم. دیگه از اون بعد خوشم نیومد از باخت، خیلی خوشم نمیومد بچه بودم. ولی خلاصه خیلی دوست داشتم اینو. بازم میخوام برم. الان 3 تا کلاینت دارم خونه واسه یه جیم. نازنی میاد، سیمی میاد، بعدش هم پوتی میاد، بعدش هم نمیدونم بعدش هم یه کلاس آنلاین دارم. همه این کارا با هم میکنیم تا ببینیم شب چه خبره. شبم یه خبرایی هست. اوکی سلام، خوش اومدیم به جیم من. اینجا نازی رو داریم. نازی جون دوستم، البته اینجا خارجی بهش میگن ناز. دوستم کلاینت هم هست. امروز بخوایم لگ کار بکنیم. یکمش هم به شما نشون میدم. اینجا یک عدد خانم خسته همشون درد میکنه. خوبه، درد خوبه. بریم یه ست دیگه رو. No! God, please, no! شاگرد اولم تموم شد. واقعا قیافم در واقعیت اینقدر بد نیست که تو دوربین بده. 10 دقیقه وقت دارم که صبحونه بخورم. چی بخوریم؟ اول یک عدد خورما میخورم چون خیلی گشنم. مثلا من حساب کنم کافی نخوردم من امروز. اینجا سفته تخم مرغ داریم با دادن توست نازک، به خاطر این که باید نازک باشه چون که کالریش کمتر. 5 دقیقه وقت دارم تا شاگرد بعدی میاد. این شاگردمو خانم مهربونی که خیلی دوستش دارم و چون هوا داره کم کم سرد میشه قرار امروز با هم دیگه بریم تو این جنگلا راه بریم. جنگل دم خونه ما به جای اینکه ورزش بکنیم هم چرا که نه میبینم فعالیت یکم به طبیعت نزدیک. با سیمین جون کلاینت بعدیم اومدیم، داریم راه بریم، داریم تو جنگل خوشگل. وقتی رفتیم بهتون نشون میدم. خب رسیدیم به پارک جنگلی قشنگمون. میخوایم بریم توش راه بریم. البته الان فکر کنم چقدر راه اومدیم؟ 20 دقیقه راه اومدیم. بریم تو ببینیم چه خبره. چیز خیلی خفن پیدا کردیم. احساس می‌کنم خونه است. تو ایران یه جای شکلی نداریم؟ شما کلی راه اومدیم، رسیدیم به یه مدرسه اونجا. اوکی
اومدم خونه. از صبح میبینی یه بند دارم میدوم. 1 ساعت و نیم راه رفتیم. الانم شاگرد بعدی میخواد بیاد. پوتی میخواد بیاد. اوکی شاگرد بعدی اومد. پوتک که فکر نکنم بشناسیم ولی امروز پوتک رو میخوایم ورزش بدیم. درودی باید بریم که داشته باشیم. امروز دفعه پیش کوات زدیم. امروز میخوایم چست بزنیم. اوکی؟ اوکی. So we're gonna do lat pull down واسه پشت دستون بریم بالا. بعد اینو کشید قشنگ پشت کنید. اگه راحت میتونی اول همه این علیه رو بزنید. What? ببین دروغ میگی 176 یعنی 2 پوند کم کردی. 172 بودی؟ ببین ولی من واقعیتش ببین کم 172 800 بودیم 173 از 170 3 پوند کم کردی. این خوبه یا من؟ خوبه دیگه لاغر شدی. آخه ببین اصلا پوند رو نمیفهمم ولی دیگه 1 2 4 شدی. اون تمام شد؟ نیست میخوام بسوزه. ست بعدی بیار 20 کیلو 8 البته اینا پونده باز دوباره 8 میشه چند کیلو ضرب 1.5 ضرب در 1.5 هر 1 کیلو 1.5 پونده میشه 12 کیلو این الان. واو خیلی قوی است. بیشتر از کیلوه. هر یک کیلو 1.5 حالا همون یعنی اینکه اکچولی نه اشتباه شد راست میگی این کمتر از 12 سوتی داری. اوکی این کلاینت عزیزمونم دیگه آخرش تموم شد. میخندی این لیستاست؟ حالا چقدر که میتونی بزن دیگه. آره 15 تا رو بزن زشته. بعد از این پوتی که بره کلاس دارم آنلاین بعدش بقیه رو باهاتون در جریان میذارم. سلام ساعت الان دقیقا ساعت 1 من ساعت 12 پوچی رفت تا 1 ساعت کلاس آنلاین بودم دیگه. ناهارم خوردم جای شما خالی. غذاهایی که میخورم میتونین تو ویدیو دیگم که میل پرپ میکنم ببینین که چی میخورم چی نمیخورم. الان دارم ویتامینامو میخورم چون یادم رفت صبح بخورم. این ویتامینا رو هر روز صبح میخورم. یه سریش پایینه یه سریش بالا. شربت بی کامپلکس یا همون به کمپلکس شربت آهنم میخورم چون که معدم در میره وقتی قرصشو میخورم. یعنی من از صبح فقط دارم میدوام. یه دقیقه نخواستم یه باز هم عوض کنم. هنوز زخم نکردم برم همون قرص ماهی اومگا 3 برم. هنوز کلاسم یکم مونده. میرم سر کلاسم بعد برم همون لباسمو عوض کنم بعد ببینیم بازم کلی کار دارم. خب ترانه خانم رفت همون تمیز شدیم. میخوام همینطوری نچرال طبیعی زیاد با مای خیس برم خرید. نه به خاطر اینکه میخوام نچرال باشه به خاطر اینکه وقت ندارم. و این وسط مسطا گلم برام آوردن دیگه حالا بماند. دارم خرید چون که فردا با عکاس دریک عکاسی دارم. یه تنینگم برم. تنینگ چی میشه فارسیش؟ سولاریوم. کافی بخوریم یه چیزی بخورم و دسته بیلبیلک ترایپادم هم پیدا کنم که بخوام فیلم بگیرم اونجا و بریم ادامه روز با ترانه خانوم. خدایی ببین چقدر روزام بیزیه. خیلی دسته بیلمو پیدا کردم. لباسمو نشونتون بدم. خدایی خیلی ورزش میکنم و خدایی جواب دادم. اوکی رسیدیم. اینجا از مالمون اسمش هست اپر کانادا. اینجا مالمونه. گفتم مالمونو بهتون نشون بدم. اینجا ویکتوریا's سیکرت that's dynamite. مغازه هم که من دارم میرم آرزیاست. اینجا سیجه یه جایی که روغنای اسنشیال خوشبو میفروشه واسه این معطر کننده های هوا.
اوکی من در مغازه اینجا دختر رو میشناسم، الان داره برام لباس پیدا میکنه، بیاره برم بپوشم. اوکی من همه این لباس ها رو امتحان کنم، یه سریش هم نشون میدم. پروفشنال میخواستم ولی این یکم سیدروه، یعنی میتونی ازش ببینی همه چی رو. اوکی بعدی اینه، به نظرم خیلی خوشگله. اینم هست، به نظرم خیلی خوبه، به نظرم اینم خوبه. اوکی تمام شد. این پشت زاراه، میخوام برگردم بیام زارا ولی خیلی دستشویی دارم، یعنی واقعا دارم میترکم، بخاطر همین اولی سر میریم دستشویی و برمیگردیم زارا. این یکی از بهترین معروفترین شیرینی فروشه تورنتو آمادئوس. شما فقط اینا رو نگاه بکن، اینجا خیلی قشنگه، گفتم به شما نشون بدم. همه چی چوبی و مشکل اینجا بابل تی مابلتی داره و من خیلی گشنم شد، گفتم چیز بگیرم بخورم، واقعا خسته شدم. لباس پروف کردن انرژی میبره ها. این ساندویچ های هلسی دارن، این چیه باربیکیو چیکن رپ، این چیه کرنبری آلمند چیکن. بکنم این کرنبری آلمند فلانش خوبه، کالریشو ننوشته ولی خوبه، اوکیه، هلسیه. خیلی گشنم بودا. اوکی Welcome to Zara. وای چه خوشگله، وای انقدر بدم میاد که اینقدر چیز میزنن که آدم گوهیجه میگیره. من چیکار کنم؟ تجربه برم بیرون ولی خیلی چیز میذارن. ببین چی پیدا کردم، صورتی رنگ خودم. اوکی ساعت 5:01 آدم چیز دیگه هم از زارا دارم میخرم. بعدم خیلی خسته شدم، واقعا از خرید کردن خوشم نمیاد. بعد تازه الان باید برم خونه با مامانم، بریم یه خونه ای که واسه اجاره گذاشتن و براش فیلم برداری کنم. بعد تازه شب تولد دوستمه، اصلا خیلی دارم میمیرم از خستگی، ولی خب بریم این چیزا رو بخریم. بره ببین چی پیدا کردم تو ماشین، پروتئین بار. خدایا دست در نکنه. میدونین جالبیش که نه. بعدی امروز میدونین چیه؟ که یکی از شلوغ ترین روزام بود. من جیم نرفتم. فقط هوازی کاردیو زدم صبح. یه ساعتم پیاده روی کردم ولی ورزش نکردم. این اتفاق هیچ وقت نمیافته. آقا ما اومدیم خونه، بعد قرار بود با مامانم برم اون فیلم برداری خونه هر انجام بدم. مامانم خوابیده. تو گفتی من خستم. تو گفتی میخوای بریم؟ آره یا نه؟ نه من مامان میخوایم بخوابیم. چرا من انقدر گنده به نظر میرسم؟ چرا من واقعا انقدر گندم نسبت به تو؟ ما داریم میخوابیم، این بدبخت روی یه مبله یه نفره. به سلام. اوکی من حاضر شدم، یه لباس خیلی خوشگلم پوشیدم ولی نمیدونم چجوری نشونتون بدم. بس اینجوری نشونتون بدم. دارم میرم تولد که بچه ها دیرم هم شده مثل همیشه. اگه اونجا راحت بودن ویدیو میگیرم براتون، اگه نه که شب میبینمتون دیگه. اینم سشنای آهنگخوانی من تو ماشین. دختر سنگه یه سنگ بمسن. خدایی لذت میبرین که چقدر همش رو دور تند دارم صحبت میکنم و کلن همه کارم رو دور تنده. این زندگی منه، یعنی همش رو دور تنده همه چی. یعنی من واقعا به شما دارم میگم، من همیشه میگم 24 ساعت در روز برا من واقعا کافی نیست. اگه یکم بیشتر بود
قشنگ به همه کارا میرسیدم. ولی نمیدونم حالا من واقعا فسفسی نیستم نمیدونم مشکل چیه، ولی من همیشه همه جا دیر میرسم. یعنی نه که دیر برسم و بدو میرسم، لحظه آخر میرسم. یعنی اگه ساعت 2 و یه جای باشم 1 دقیقه میرسونم خودمو. ولی خیلی بهتره که آدم 1:45 اونجا باشه. میدونی حالا وسط کلامم تو رو خدا آسمونه نگاه چقدر خوشگله پشت من. زندگی من نصفش تو ماشین میگذره، بقیه‌اش هم رو دور تون. ولی من راضیم. دوست دارم از بیکاری خیلی بیشتر دوستش دارم. دوست دارم همیشه سرم شلوغ باشه. دوست دارم بدونم که همیشه دارم برای پیشرفت خودم یه کاری میکنم. کار الکی هم دوست ندارم بکنم. یه چیزی که بدونم دارم برای بهتر شدن خودم هر روز تلاش میکنم. آسمونم واقعا دارم نایمد نشونتون دادم. یعنی این روزا آسمون تورنتو خیلی قشنگه. یعنی واقعا واو. اوکی ما اومدیم رستوران حوالی که بچه ها یکی از دوست عزیزم احتمال نمیشناسینش گفته اینجاست، ولی اونجا دیگه خیلی جمع خودمونیه. ولی بعدا بقیه بچه بهتون نشون میدم. ولی شب دوباره یه خدافظی کوچیک باهاتون میکنم. بای بای. بچه‌ها دیگه آخرش خدافظی میخوام بکنم باهاتون. ولی همینطوری که داشتم من خیابون رد میشدم تو آقای خوشتیپ پوریا قول بده تمام جیمایی که میری و آن تایم بری نه میاد. نه از این شکم سکسی یه شکم سکسی تر بسازی. اینه حالا تو نمیخوام ولی بکنی میدونم اینکه بکنه نه خانم ترسید. خلاصه که استادو آره خلاصه که گفتم که با دوستان عزیز با تو خدافظی کنم. خیلی چاکریم. خدافظی شما چجوری خدافظی؟ باید بگید زیبا هستید و مقتدر. باغبون جنگلت باشه. خدا چی جمله سنگینه. یه جمله سنگین معروف دارم اونو باغبون جنگل خودت. جمله سنگین من بگم به جای تو. سلام. کوه از بالانشینی رتبه‌ای پیدا نکرد، جاده با افتادگی از کوه بالا میرفت. پولدار شید و بعد پولدار شید سلامت باشید. گودبای. بای